سلام همگی، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. ما تو این ویدیو میخوام یه مقایسه داشته باشیم بین ور، لت و کانست این جاوا اسکریپت. مقاله که از یک سایتی به نام ui.dev که بسیار خوب و جامع توضیح داده و منم رفرنسم اینو گرفتم که با هم دیگه بریم اینو بخونیم و یه جورایی لذتشو ببریم. تو این مقاله هدف اینه که کامل و جامع در مورد این سه تا نوع بحث کنه و شما بتونید در آخر تصمیم گیری کنید که از چی استفاده کنید. بریم سراغش. من انگلیسی رو میخونم و بعد یه جورایی فارسیش رو براتون توضیح میدم. خط به خط با هم میریم جلو که بعضی جاهاش هم لازم نیست خط به خط بری جلو، یعنی کدا ببینیم بهتره. من نمیخوام اون چنان طولانی بشه. چیزی که اینجا گفته که توی ES6 تعریف شده و معرفی شده دو تا از متغیر to create variables let and cons. ولی ما از قبل از چی استفاده میکردیم؟ از ور استفاده میکردیم و یه جورایی این لت و کانست یه چیزای جدید هستن که معرفی شدن توی ES6 or ES 2015. There are variable declaration, VS initialization, scope, specifically function scope and hoisting. اینجا یه جورایی میخواد برامون variable declaration ها رو بگه در مقایسه با مقداردهی و اسکوپ هایی که مهم هستن، دامنه هایی که میتونیم ما از کی از متغیرها استفاده کنیم کی نکنیم و مهمترین که چه عرض کنم، یه جورایی واقعا همه چیز انگاری توی ور به این بس میشه، یعنی مشکل اصلی ور با همینه. hoisting variable declaration vs initialization. A variable declaration introduces a new define. ببین ما وقتی میخوایم یه variable یا این متغیر تعریف کنیم خیلی راحت و declaration. اینجا ما فقط اومدیم چیکار کردیم؟ تعریف کردیم، کار دیگه انجام ندادیم. این در حالت عادی جاوا اسکریپت میاد به ما چی میده؟ شما اگه این را بعد از تعریف این ور دکلریشن بخواین لاگ بگیرین، این لاگ به شما چی برمیگردونه؟ یک مقدار undefined شده ای به صورت دیفالت برمیگرد. حالا ما میایم اینجا میگه که in construct variable declaration variable initialization is when you first assign a value to a variable. ببین بحث اینه، شما ور دکلریشن اینجا متغیر تعریف میکنی، بعد لاگش میکنی، undefined به اون برمیگرده و ما تازه اینا داریم اینجا مقداردهی میکنیم، ولی این همچنان undefined، اولا نمیاد مثلا اینا بخونه بعد مقدار به خودش بده. undefined. So here we are initializing the declaration variable by assigning to a string. This lead us to our second constant. این بعد از این مبحثی که گفته شد ما تعریف کردیم متغیر را، بعد اومدیم چاپش کردیم، undefined ما برگردون و بعد تعریف کردیم. حالا باید بریم تو مبحث بعدی به اسم اسکوپ که ببینیم این اسکوپ یعنی چی کار میکنه. Scope defines where variables and function are accessible inside of your program. چی میگه الان اینجا؟ میگه که آقا این دامنه برای من مشخص میکنه که کجا بتونم این متغیرها و این توابع بتونم دسترسی بهشون داشته باشم داخل برنامه خودم. In JavaScript there are two kinds of scope, global scope and function scope. میگه ما تو جاوا اسکریپت دو نوع اسکوپ داریم. یک گلوبال اسکوپه، یعنی فارسیش میشه که اسکوپ جهانی، یه جورایی کل برنامه در بر میگیره، و فانکشن اسکوپ که توابع اسکوپی. این میگه. حالا اینجا میگه چی؟ What that means
is if you create a variable with var. میگه اگه شما یه variableی با var تعریف کردی. That variable is scoped. میگه variable یه جورایی scope to the function it was created in and is only accessible inside of that function. منظورش چیه؟ بیا با هم این مثال پایین رو ببینیم. اومده یه فانکشن تعریف کرده به اسم get data. درسته؟ که تو این get data از یه date کلاس یه شی درست کرده، از تاریخ یه جورایی کلاس تاریخ و داخل ورمون ذخیره کرده و ریترن کرده این دیتا من. متغیری هم که تعریف کرده اینجا با ور دیت. حالا شما فکر کنید من اگه این get data آقا صدا بزن، خب عملا برای من ریترن میکنه دیتا، این اوکی، هیچ مشکلی. ولی اگه بخوام لاگ کنم دیتا بیرون از اینجا چی؟ به من رفرنس ارور میده، چاپ نمیکنه. چرا چاپ نمیکنه؟ به خاطر اینکه ور یک فانکشن اسکوپه، یعنی اینکه اگه بخوای از این متغیر دیت استفاده کنی باید داخل خود این فانکشن استفاده کنی، بیرون نمیتونی استفاده کنی. پس اینه یادتون باشه که ور ما اینجا فانکشن اسکوپه، یعنی تو توابع ازش میتونی استفاده کنی، اینجا هم بیرون از تابع. و رفرنس ارور هم اینو اینطوری در نظر بگیرید که وقتی به شما ارور رفرنس ارور داده میشه، این منظوره که داره دنبال یه تاب، دنبال یه متغیری میگرده که پیداش نمیکنه برنامه و عملا با رفرنس ارور اینو بهت میگه آجی من این رفرنسش رو پیدا نکردم. حالا جمله بعدی در مورد اینه، میگه که آقا ما پس بیرون نمیتونیم ازش استفاده کنیم، به ما رفرنس ارور میده. همون مثاله، ولی چیزی که اضافه شده یه فانکشن فرمت دیت که اینجا اومده از متغیر دیت استفاده کرده. بله اینجا چون این دیت داخل این فانکشن تعریف شده ما میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی بیرون همچنان نه. میگه که حالا now let's look at a more advanced example. میگه بریم یه سراغ یه مثال پیشرفته تر. You say we had an array of prices and we need a function that took in that array as well as a discount and return us a new array of discount prices, and goal might look something like this. میگه که ما این توی این مثال پیشرفته‌ای که میخوایم بزنیم، مثالی که خیلی بهتره، منظورش اینه که این مثال اینطوریه، یک لیستی، یک آرایی از قیمت ها رو میگیره و یک مقدار از تخفیف هم. یعنی میخواد چی کار کنه؟ عملا میخواد قیمت ها رو بگیره و این تخفیف ها رو هر کدوم از این قیمت ها اعمال کنه و خروجیش بشه چی؟ قیمت های جدیدی که تخفیف روشون اعمال شده. اومده اینجا مثال برام زده، یه فانکشن این درست کرده discount prices که دو ورودی میگیره، prices discount. ما اینجا یه دیسکاونت، یه آرای خالی درست کردیم که با ور، یعنی نوع داده ور رو اینجا نوشت. بعدش اومدیم پایین حلقه فور تعریف کردیم که از 0 شروع میشه تا آخرین ایندکس آرایه پرایسیز ما و یکی یکی هم جلو میره. اومدیم اینجا دو تا متغیر تعریف کردیم، یکی ور discounted price و یکی ور final price. توی ور discounted price عملا میاد محاسبه اون تخفیف رو برام انجام میده. توی ور فاینال پرایس میاد قیمت نهایی با همون دو رقم اعشار و راوند کرده به نزدیکترین عدد صحیح رو به من برمیگرده و در آخر میاد برای من چی کار میکنه؟ پوش میکنه تو این لیست من. از اینجا میگه که خب discounted دات پوش کن برای من چیا؟ فاینال پرایس رو داخل این عدد و در آخر هم ریترن میکنه discounted. میگه که خب تا اینجا. حالا این از مثالش بود که برامون زد. حالا میاد پایینتر بحث اینه که
میگه آیا ما میتونیم مثلا بعد از این ورها، شما اینا یک لوپ ازم به خدمتتون که تو این کرلی بریسر یک اسکوپه، درسته یا نه؟ میگه آیا میشه ما مثلا این برای دیسکاونتید پرایس یا مثلا برای فاینال پرایس رو بیرون از اینجا تعریف کنی؟ یعنی ما بیام این لاگش کنیم به ما میده جواب یا نه؟ عملا میشه، به این دلیل که اینها با ور نوشته شده و اگه یادتون باشه بهتون گفتم که ور برای کجاست؟ برای فانکشن اسکوپه، یعنی توی توابع این به کار گرفته میشه. توی فور عملا یک بلاکه. خب و وقتی که ور داخل یک بلاک به کار گرفته میشه، شما میتونید چیکار کنید؟ اینو ازش بیرون استفاده کنید. یعنی بهتون هم میگه نتیجه چیه، مثلا 3 × 150 150. ولی تو قسمت های بعد وقتی که با لت یا کانسین استفاده میشه، چون اونها بلاک اسکوپ هستند، نمیتونی بیرون از این فور استفاده کنی. ولی چون ور یک فانکشن اسکوپ هست و عملا از فانکشن متغیرهایی که داخل فانکشن هست میتونه ما نتایج رو برگردونه و حتی اگه توی این بلاک هم باشه به ما میتونه جواب برگردونه و اینو به یاد داشته باشیم. پس این یک نکته خیلی اساسیه که ور برای فانکشن اسکوپه. پس ما این ور رو اگه بنویسیم توی یه بلاک که همینجوری که الان داریم میبینین، این به ما بیرون جواب میده. این از حالا بحثی که داریم میریم بعد شروع بکنیم، بحث هویستینگ. هویستینگ چی هست؟ بیایم با این مثالی که اینجا نوشته شروع کنیم. ببینید ما این همون مثال قبلیه، دیسکاونت پرایسیزه. شما وقتی که بیرون از این حلقه فور اومدین console.log زدین که به ما برگرد مثلا 350 150 به ما برگرد و یه جورایی به خودتون میگین که خب این چجوری کار میده برای ما. عملا شما اینجا اومدید چیکار کردین؟ دیسکاونت پرایس اینجاست، فاینال پرایس اینجاست و اومدین حالا آیا اینجا نوشتین، اینو اینجا نوشتین، اینو اینجا نوشتین و جواب دادین. ببینید تو جاوا اسکریپت وقتی که چیزی با ور نوشته میشه، خب ببینید بریم یه مثال بالا دوباره ببینیم. ببینید اینجا ور تعریف شده و ما میتونه ازش بیرون استفاده کنیم. اینجا اومده چیکار کرده؟ یه متغیر برای من تعریف کرده. بدون چی؟ بدون استفاده از نوع داده ور که دیفالت این برای وره و این هم نگاه کنید دیفالت نوع دادهش وره. جاوا اسکریپت اینطوره. یعنی این یک مشکلی بود که در طراحی اولیه جاوا اسکریپت که در سال 1995 بود، اینو میخواستن که سریع مثلا زبان برنامه نویسی اوکی کنن دیگه. این مشکلات زیاد قواعد پیچیده‌ای براش انجام ندادن و این مشکلات تا الان باقی مونده. ولی خب توسعه دادن و مثل لت و کانست اضافه شده. میاد const.log آیا ممزن میاد نگاه میکنه، میگه خب اولا اینکه برای من تعریف نشده، فقط مقدار دهی شده. این چی جوری هست؟ جاوا اسکریپت به صورت دیفالت خودکار میاد چیکار میکنه؟ برای من اینها رو undefined میذاره. یعنی شما برای دیسکاونتید داریم اینجا undefined، برای آی داری undefined. اینا خود نویسنده اینجا نوشته، ولی اینم اگه ننویسه بازم کار میده، چون این در پشت صحنه خود جاوا اسکریپت اعمال میشه. عملا چیزایی که با نوع داده ور نوشته میشه اسکوپ میشه بالای تابه. مثلا اینجا چیکار کنید؟ برای خودش اومده تعریف کرده و یک مقدار undefined بهش برای خودش تعریف کرده و یک مقدار undefined. عملا شما متغیرها رو میاره بالا تو هوست و یه مقدار دهی undefined میکنه و باعث میشه که ما بعد از، یعنی قبل از اینکه تعریفش حتی بکنیم، به ما مقدار undefined رو برگرد. این است. حالا میایم سراغ چی؟ اینجا رو گفتیم. سراغ
بیاین مثلا یه مثال دیگه. ببینید اینجا اومده کانست دات لاگ کرده دیسکاونتد. خب الان قبل از این که کلا این متغیر تعریف بشه اومدیم چیکار که لاگ کردیم، پس این میشه چی؟ undefined. بعد تازه اومده اینجا مقدار دی کرده چی؟ مثلا آرایه. منظور چی بود پس؟ منظور اینه که این ور دیسکاونتید به ما یک مقدار دیفالت میده. اگه قبل از این که ما لاگ کنیم به ما undefined میده. این هست. و اینجا هم که برای ما لاگ میکنه، تعریف کرده، بعد نتایج اینجا نشه. این هست. حالا میریم سراغ و vs let vs const که این بحث اصلی. نمیشه first let's compare var and let. The main difference between var and let is that instead of being function scope let is block scope. میگه که تا اینجا ما var را function scope میدونیم ولی let را block scope میدونیم. What that means is that a variable created with the let keyword is available inside the block. منظورش اینه که این let داخل اسکوپ استفاده میشه. داخل مثلا بحث اینه که بیرون از اسکوپ ما نمیتونیم let رو استفاده کنیم ولی ورا میتونیم. یه مثال اینجا زده. مثال اینه شما یه ور دیسکاونتیده با یه آرای خالی تعریف کردید و اومدی به جای این ور که گفتیم که اگه بیرون استفاده کنه به ما نتایج رو میده. حالا اگه بیایم از let استفاده کنیم، اگه از let استفاده کنیم اینا همش میشه reference error. I is not defined. پس به خاطر این است که for در داخل for یک بلاک حساب میشه و let داخل این بلاک است. پس عملا هم نمیاد بیرون از اینجا برای من بگم. یک رفرنس به ما رفرنس اروری دوباره اینجا به من بده. خلاصه شده داره میگه اینجا میگه ور در مقابل let اینجوری ور فانکشن اسکوپ ده و let بلاک اسکوپ ده. این هست. میگه بحث هوستینگ اینجا میگه که چی؟ یه مثال دیگه برامون آورده. یه لاگی کرده برام دیسکاونت که این خب undefined میده به ما و عرضم به خدمتتون که این مثل قبلیه چیز خاصی نداره. حالا میایم اینجا با ور همه رو نوشته، اینجا میایم با let نوشته میشه که وقتی مثلا اینجا let دیسکاونتید مثلا برام اوکی میکنه به من اینجا ایرور میده، رفرنس ایرور میده. به چه علت؟ شما نمیتونید قبل از تعریف متغیر بیاین لاگش کنید. اون متغیری که با let تعیین شده نمیتونید شما بیاین تعریف کنید و undefined ما نمیده، اون برای ور. این هست. حالا اینا یه مقایسه دوباره کرده ور vs دوباره let. پس ور یه فانکشن اسکوپ ده و undefined به ما میده when accessing variable before it's declared، قبل از تعریف متغیر. و let بلاک اسکوپ و قبل از متغیر بیان یه رفرنس ارور به ما میده. بریم حالا بحث let vs const رو صحبت کنیم. چی هست چی نیست اینا. کلا let و const شبیه هم ولی یک جا با هم متفاوتن. توی const ببینید این مثال خوبه. مثلا شما یک let رو متغیر تعریف کنیم اسم name و تیلر اینجا نوشتیم و هندل رو زدیم با const تعریف کرده بیم. شما میتونید مقدار اون let رو تغییر بدید درسته، ولی نمیتونید مقدار const رو تغییر بدید. const یعنی ثابت، constant. این مهمترینش. حالا یک چیز دیگری هست توی const. پس شد میتونیم اینجور بگیم که آقا let شما میتونید مقدار let رو تغییر بدید ولی شما نمیتونید وقتی یک متغیر با const تعیین میکنید نمیتونید مقدارش رو تعیین کنید. یه چیز خیلی ثابته تا آخر برنامه، این ثابت میمونه. یه مثال زده با object. یه const person داره که نیمش این و اومده person.name رو تغییر داده.
حالا یکی میپرسه که آقا این با کانست زده شده. ببین شما یک بحثی که از کانست، بحث اینه که مقدار اصلی رو ما میام تغییر بدیم. مثلا من اگه بیام این پرسن رو بخوام با مقدار دهی خالی انجام بدم، این من ایرور میده. ولی اگه بخوام پراپرتی درونش رو تغییر بدم، پرسن دات نیم، این هیچ اشکالی نداره. اینو یادت باشه، خیلی مهمه. این از این. و یه مقایسه‌ای کرده 20 دقیقه هم شد بین ور let cons. یه ریکپ، یک نتیجه نهایی. ور پس شد چی؟ فانکشن اسکوپ آن دیفاین ما بده قبل از تعریف متغیر. let چی؟ بلاک اسکوپه، یعنی بیرون از اینجا به ما جواب یا مثلا لایبرری ارور میده، رفرنس ارور به ما میده که دقیقا اینجا میده. پس بلاک اسکوپ و رفرنس ارور. و کانس چی؟ بلاک اسکوپی که هست، رفرنس ارور رو به ما میده اگه ما قبل از متغیر تعریفش کنیم و نمیتونی به هیچ وجه این را مقدارش را تغییر بدی. ولی برای آبجکت ما میتونیم پراپرتی رو تغییر بدیم. این از این. سایتش هم این بالا هست، خودتون یه نگاهی هم بکنید، به قول معروف چندین بار بخونید که بتونید تصمیم بگیرید. و نویسنده در کل میگه که خودش با کانست مثلا میتونه بیشتر وقتا استفاده کنه، ولی بعضی برنامه‌نویسا میگن که تو برنامه هیچ وقت اون چنان متغیرهایی نیست که تغییر نکنه. خیلی کم هستن اون متغیرهایی که کم اصلا کلا تغییر نکنه، که اونو میگن با کانست بنویسید و بقیه رو با لت بنویسید. که منم هم پیشنهادم همینه که اون جایی که واقعا میبینید که تو یعنی نتیجه گیری که میکنید یا برای بحثی که یه پروژه میخواین انجام بدین، کانست برای چیزاییه که متغیرهایی هست که واقعا تغییر نمیکنه تا آخر برنامه، تا آخر پروژه. ولی لت را برای اون موقعی بذارین که مثلا فور، برای فور خب این مسلمه باید از لت استفاده کنیم. برای موقعی بذارین که متغیرمون در طول پروژه تغییر مقدار متغیرهاش میکنه. خیلی عالی و تمام. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما بودید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.